ما و شما لباس های تنگ میپوشند یا تماما بالاهای سر کشاده ماندن. لباس های ملی و لباس های اسلامی شان ترک کردن اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردنش است و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟ میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد جمال او، زیبایی او از روی همون لباسش پیدا میشود. از این خاطر باید لباس های خوب پوشیم. در لباس ها هم اهمیت دیم که چگونه لباس میپوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده ایستادند. اونها را شما نپوشین. اونها لباس های شما نیستند. اونها حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل نقصان دارد. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چی زیر پوش شما باشد چی از بالا باشد هیچگاه همین لباس های صورتدار را در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیاده داده باشد حتی همون سلفن هایی که صورت دارند اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما این صورتهای لچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و هوس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن درها را عاشق میشوند. میگه چگونه این لباسی زیباست در حال وای در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید. اونها را حتی نخرید. زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درم در گپ نیست. لکن 20 درم عذاب شو بگو در نزد خدا. مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علیه. رواه ترمذی. میگه رسول اکرم به پیش یک جوانی به پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می داشتن سفید را، دوست می داشتن سیاه را، دوست می داشتن لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردن لباس سفید است. گفتند با لباس سفید گفتن حیات خودتان گذرانین و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. حالا سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم. حالت مردم را دیدیم که چه حالت در نماز خواندند. از این خاطر این خدا برکت بیاد. بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارند که خیلی یاردم کلانی کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم
و این گونه جوان‌های هستند که خداوند توفیقشان دهد ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما می شود. یک آبادی همین مسجد ما می شود. گفتن که همینجا یک یشی گرداندن در کار خیلی میلش اختیار دارند. السلام علیکم داملای خوشسخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد، در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همراه 1:17 گو آخی، همون 1:17 باشد بگو 1:17. در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست میگو 1:20 شد، دروغ می شود کو. از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست. گپ در این که میگد الخیر عادتون و شر عادتون و النفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، البته برای تو دروغ گفتن آسان می شود. دفعه دیگر هم دروغ میگویی، 2 بار شد البته برای تو آسان است، دیگر 3م بار و 4م بار دیگر همین تا دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگه الکذاب لا امتی، دروغگو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو 1:17 گوی وای نمیخندد یا تو را یگان دشنام نمیدهد، برعکس وای باز وقت چه انیقتر میفهمد چیز جای زلال است. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. یک سوال دارم. من یک معرکه خرسندی یعنی توی دارم. آیا اجازت هست که بین عید رمضان و عید قربان گذرانم؟ زیرا میگویند که درست نیست. بین عید رمضان و بین عید قربان توی کردن یگان زلالی ندارد، جایز است. یگان جای نقصش هم نیست. اگرچه میگویند این برادر، من فکر میکنم این از همان زنها هست که امروز چی فتواهای نادرستی در بین مردها پاش میکنند. لیکن خداوند مرد را با عقل گفته است، عقل مرد را از عقل زن بالا گفته است. همون مردها الحمدلله امروز شما داملا دارین، امروز شما دانشمندها دارین. از زن در پرسیدن، از مادر در پرسیدن، از یک زن همسایه در پرسیدن، از یک داملا پرسید که آیا درست هست یا نه. یعنی این گونه فتواهای نادرسته که جمعه آینده یک جوان میگوید که مادرم میگوید که اگر کسی که زیر پاش اگر خف کند در زمین های جنت میلش بد. این فتوای مادرش. همون جوان شاید که بیچاره هیچ روز جمعه دیگر خف نکنه زیر پاشه، که این زمین های جنت آدم هم میلش مانده است، او یخ است زمینش. این گونه فتواها و این گونه گفتارهای اون زنها در شما اهمیت ندهید. من برای شما یک حکایه میگویم. کسی که همین با گفتار زنش میرود و پیشواها را گوش نمیکند، میگوید خسرو زنی داشت به نام شیرین. با دقت باشین جوانها. خسرو زنی داشت به نام شیرین و باری میگه در قصر نشسته بودند. بناگاه میگه یک ماهیگیری و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند. این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت به این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه کی بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. بین
شوهر وقتی که اکو به گپ زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چگونه؟ گفت تو یک ماهیگی را گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت این خیر می شود، ضرری ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند، تو اگر 4000 تنگه به او دهی، میگوید ای خسرو، من در نزد تو قدر همان مثل همان ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی، میگوید نخواه که من قدر همان ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگه فریفته شد و گفت راست میگویی. گفت من الکی مال را تسلیم کردم، بی ادبی میشود که وی خیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گفت نه، گفتی را یک کار میکنیم، الحال فریادش کن و با او بگو که این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده. اگر گوید که نرس، بگو برای من ماده در کار. اگر گوید ماده هست، بگو نر، من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود، در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر، این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده؟ گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنثا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما وری خنده کرد و گفت خزینه دار گفت 4000 تنگه دیگرش دین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون میگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزنین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نآمد، به زن خسرو. دو خسرو گفت این صیاد بین چی عملی نازشتی دارد. 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلام تو همون تا میگذرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت اینقدر آدم ممسک بوده است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد، من تو را 8000 تنگه دادم، اینقدر وزنی نگفت، برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحم در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت خدای مهربان گفت را غیرت تا زیادر بگرداند. تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد، گفت 4000 تنگه دیگر دهید. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپی زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض یک دو زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره.
عرق دادن مصیبت نمیارد. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند، مصیبت نمیارد. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم، مصیبت نمیارد. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم، مصیبت نمیارد. معرکه های سرخراجات و بی‌معنی که در خانه های ما و شما رخ میدهد، اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میارد. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است. خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است. خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا می گوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزی که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند. اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبری خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دستها. اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم که همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگوید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنین. شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنین. شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنین. با این چشم شما این بحرها را نظر کنین که این قدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند، اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینا باید آیت قرآن شنوند.
اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود. هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینها گو مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپایها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمی آورد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت می آورد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار میکند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملک‌های غریبی کار کرده ایستادند. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، خدا شما را عمری دراز و تنی صحت دهد که ما از شما بی نهایت استفاده زیاد میبریم. درباره ثواب صلوات چی ثوابی دارد؟ من هر روز 100 بار صلوات میگویم. التماس برای من چیزی خبر دهید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه پیغمبر است، بسیار آدمی با دولت بودند. میگوید باری میگوید به پیش یک درختزار خرما گذشتم، نگاه کردم که حبیب خدا پیشانی مبارک در زمین گذاشتگی بود، سجده داشت. ایستادم، کی حبیب خدا سرش را می بردارد؟ عبدالرحمن ابن عوف میگوید مانده شدم، حبیب خدا سرش نمی برداشت. فکر کردم که این جان حبیب خدا به آسمان پرواز کرده باشد، یا تصور کردم که از قالب حبیب خدا جان جدا شده باشد. بعد میگد مدت دراز حبیب خدا سرش را برداشت و با او سلام کردم و گفتم ای حبیب خدا این قدر سجده طولانی کردی؟ میگوید گفت الحال در سجده بودم که جبرائیل آمده بود، با جبرائیل امین صحبت داشتم و از نزد پروردگار آمد و بر من سلام فرستاد و بعد سلام گفت که با رسول خدا برسان که من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله. در حالت سجده بودم که جبرائیل آمد و گفت ای حبیب خدا از پروردگار به تو سلام آوردم و بعد سلام گفت که به تمام امتهات خبر بده که کدام اونها اگر گویند که اللهم صل علی محمد یا گویند که صلی الله علیک یا رسول الله یا گویند که درود و رحمت باد بر رسول خدا، صلیت علیه، من که پروردگار اونها هستم من 10 رحمت در نامه اعمال اونها می نویسم.
فسجدت شکرا لله. من این سجده طولانی یک سجده شکرانه بود که این مرحمت الهی را ببین که کسی که بر من صلوات میفرستد خداوند بر او 10 صلوات میفرستد. این سجده طولانی من بهر این بود. یعنی کسانی که اگر با رسول اکرم صلوات میفرستند تصور کنند که از نزد پروردگار در هر صلواتشان 10 ثواب 10 ثواب و 10 رحمت الهی در نامه اعمالشان کتابت می شود. پیغمبر خدا میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل ترین شما کی هست؟ بخیل ترین شما آن کسی هست که نام من در همون معرکه یاد شود و وی در روح من وی بر جسد من صلوات نفرستد. وی بخیل ترین امت من در بین امت من هست. خوش به حال آن برادرانی که دائم صلوات میفرستند. یک عبدالحمید گفتگی عبدالواحد ابن زید میگوید حج رفتم. در حج میگوید یک جوانی را دیدم که هر گاهی که هر پهلو میگشت میگفت اللهم صل علی محمد. میخیست اللهم صل علی محمد. مینشست اللهم صل علی محمد. من گفتم این قدر تو صلوات پیغمبر را زیاد میگویی؟ گفت این یک سیر دارد ای عبدالواحد. من سال گذشته با همراهی پدرم حج آمدم و در همین نصف راه بودیم که پدرم از حیات گذشتند. شب شد نگاه میکنم که همون چهره نورانی که پدری من داشت چهره پدرم به سیاهی مبدل گشت. چهره پدرم به نهایت سیاه شد. خیلی غمگین شدم زیرا سبب سیاهی این سبب یگان بدبختی می شود. چرا چهره پدری من سیاه شد؟ من که دائم صلوات می گفتم و همه وقت که این عادت من بود وظیفه من که بود شب میگه در خواب نگاه کردم یک مرد خیلی زیبای نزد من آمد و من پرسان کردم ای دوستی خدا شما کی هستین؟ گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم. و آمدم و این چهره سیاهی که در پدر تو پیدا شد و تو را غمگین گردانید برای آنی که تو دائم بر من صلوات میفرستی من از پروردگار خود طلب کردم که روی چهره این فرزندی که دائم صلوات میگوید چهره این پروردگار را با اصل خودش مبدل بگردان. و مرا پروردگارم اجازت داد و الحال من مسح در بالای چهره پدر تو کردم و چهره پدر تو مثل اوله شد. از خاطر چی؟ از خاطر که تو دائم در زبانت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد داری. از این خاطر این وظیفه هر کدام ما و شما هست. بزم این صلوات گفتن باز با سنت های پیغمبرم چنگ زدن در کار. فقط صلوات چگویم و لیکن با سنت هاش اهمیت ندهیم این معنی ندارد. محبت باید جدی باشد. از روی محبت میگوی. حضرت امام ازهری را پرسیدند ما معنی محبت العبد لله و للرسول؟ ای عالم زمان، کسی گوید که من پیغمبر خدا را دوست می‌دارم، کسی گوید همین خدایی که مرا خلق کرده است دوستش می‌دارم، آیا وی باور کنیم یا نه؟ امام ازهری گفتند اینجا گفت یک تجربه هست برای آنه که وی شما فهمین که وی دروغگو هست، وی از روی زبان میگوید یا از تحت دل. اینجا گفت امرش همین است که الطاعت لهما والاتیان فی امرهما. نگاه کنین که آیا وی پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبر هست یا نه. اگر آن چیزی که خدا گفته است، آن چیزی که پیغمبر گفته است اگر عمل کننده باشد، یقین دانین که وی محب خدا و محب پیغمبر است. لیکن اگر گوید من خدا را دوست می‌دارم، پیغمبر را دوست می‌دارم، این مرحمت نگاه کنین که رفتم حج کردم 3-4 هزار دلار صرف کردم، یکی وقتی معرکش از عرق نوشی و وقتی که اگر در خانهش فسق فساد شود و یکی باور میکنه.
کی باور میکنه؟ آدم مسلمان باور نمیکنه. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما با شما باز مگرم سوال جواب کنیم، زیرا به نهایت سوالهای زیاد است و سوالهای هستن باور کن از موضوعهای جمعه را دیدن مهم هستند. اگرچه موضوعهای ما در پیش هستند، انشاءالله با شما باشیم، زنده و سلامت باشیم. فقط شما دعا کنین که خداوند عمر ما را دراز گرداند و تن صحت بر ما نصیب گرداند. انشاءالله هر یک خواسته که از شما باشد و هر یک موعظه‌ای که یعنی قوت ما در او میرسیدگی باشد، ما به سمع شما انشاءالله حقیقتش میرسانم. لیکن این سوالهایی که الحال در خاندان دارم با کمش یک 50 سوال دیگر در خانه است، همه اونها جواب میگوید. لیکن بعضی سوالها را من جواب نمیگویم. کسی که فهمد که سوالش جواب نشد وای بر من مراجعت کند، زیرا وای بین این مجلس نیست. سوالای هستن که معنی ندارن، سوالای هستن که یک سوالی نمی یک کوچگی هستند. مثال همین پیازا با پات با شطه بزنید چیکار میکنن؟ یا که مثال دیگر یک مسئله هایی که هیچ حاجت نیست اونها را جواب گفتن. ما همون مسئله های جدی و اساسیش را جواب میگوییم. اینجا در یک قطار برادرها در این مسجد ما یاردم کردن. از آن جمله یک برادرمان جمعه پیشین ابراهیم از دوشنبه یک بلندگویک آورد که اینجا در نزد من استادگی هست. فراموش کردیم دعاش کنیم، دعا بتیم. کسم از دوشنبه زیارت آمده بودند. و یک برادر دیگر هم در بازار گوشت میفروشند، چند بار یاردم ها در این مسجد کردند. اون برادرم در حقش دعا میکنیم. و اینجا نام هایی که هست مثل اکای محمد الله از همین محله ما نزدیکتر بالاتر، این هم یاردم خشت دراز کردن در این مسجد. برادر ما قوت بچه حاجی شریف از کاریز. و این صندوق خیریه‌ای که داریم، اینم الحمدلله که از اینم خیلی کمک‌های زیاد علاوه در دادن معاش این مسجد، در این تعمیر مسجد صرف شده ایستادند. یعنی کسانی که مبلغ‌های زیاد نمیتونن داده، میتونن که با هم مبلغ‌های کمی که دارن در همون صندوق خیریه انشاءالله هر کس موافق همون قوتش در نزد پروردگار ثواب میگیره. اگر همون آدم‌هایی که دست نارسن لیکن نیت‌های نیک دارن، میگوید اگر من مثل فلانی اگر دولت داشته باشم، من این مسجد مثال خودم بسیاری بچه‌های هستند باور کن به خدا قسم میخورد که اگر من دولت داشته باشم همگیش در راه خدا صرف میکنم. لیکن چیکار کنم که دولت ندارم؟ انشاءالله وای به نیتش، به همون نیت نیکی که دارد، به همون نیت نیک موفق میشود. شما اگرچه بعضی پولم که نداشته باشین فقط دعا کنین در هر نمازتان که خداوند همین عمارت‌های مسجد کسی مانع نشود. برای دشمن‌های مسجد هم زیاد هستند، ناخواهان مسجد هم زیاد هستند. کاری کن دعا کن که خدا دل اونها را نرم کنه. یک نفر میگه در عراق میگذشت، مردم عراق بسیار بیچاره کم بغل بودند. گذشت میگه دید حال مردم که بی نهایت خراب است، مردم حتی یک تیکه نان نمیابند که خورند. و این مرد چی گفت؟ گفت اگر پروردگارا این کوهی بلنده که در پیش من است اگر همین به گندم مبدل کنی، قسم به عظمتیت که همین در مردم عراق تسلیم میکنم. میگه یک ندای از آسمان آمد که ای فلانی، در نامه اعمال تو صدقه کردن مثل این کوه گندم نویسانده شد، زیرا نیتی تو نیتی نیک بود. اون برادرانی که البته ندارن قوت لیکن نیتشان خیر است، انشاءالله برابر همون کسانی که سوم میدهند مسجدها تعمیر میکنن ثواب میگیرن از روی نیت نیکشان. فقط بدخواه نباشین، فقط نگوین که این قدر مسجد زیاد شد. مسجدی بسیار چی در کار؟ مسجدی بسیار در کار است. مسجد جای تعلیم است، مسجد جای یک تربیه است. در مسجد الحال شما آمده اشتراک کردین، چی زلال دیدین؟
یگانه جایی هست که دلهای شما نرم می شود، دلهای شما آرام می گیرد. یک هفته اینه همون تمامی وزنینی ها و ماندگی های شما همه گم می شود. رسول اکرم میگه لکل شیء ثقالتون و ثقالت القلوب ذکر الله عز و جل. هر یک دل زنگ میزند، لیکن برای هر یک آلت های دنیایی هم زنگ میزند، مثل آهن زنگ میزند، لیکن یک پاره نجدک هم میگیرن همون زنگ میشکن تازه میکنن. رسول اکرم گفت دلها هم زنگ میزند، لیکن دلهای زنگ زده را چی تازه میکند؟ ذکر الله. بخیزید، این از آداب مسجد نیست. اگرچند که فقهای ما و شما خبر دادن که شما در نتیجه خیستن گناهگار نمیشوین، لیکن آداب مسجد شما ویران میکنید. از این خاطر خواهش من این است که شما با دل اهل علم دوست داریم. شما اهل علم در هر جایی که یافتید احترام کنید، حرمت کنید. حتی در نبودن اهل علم شما اهل علم محافظت کنید. نگذارید که دشمنان اسلام اهل علم سنگ زنند. انشاءالله این در شما ثواب بی نهایت جزیل کلان صاحب میشوید. و دیگر اعلان این است که امروز در کلاب ما و شما رئیس جمهور مهمان شدند و الحال در کلاب ما و شما هستند، در ناحیه های اطراف شهر ما و شما هستند و یک چند مدت پس در شهر ما و شما داخل می شوند. و البته به همه ما و شما معلوم است که از آمدن رئیس جمهور چه نیکبختی ها و چه آبادی ها این شهر ما و شما را منتظر است. در دوام این چند روزی که آمد رئیس جمهور شد، چه پاکیزگی ها و چه تازگی ها شهر ما و شما را فرا گرفت. از این جهت ما البته رئیس جمهور را به این شهر خیر و مقدم میگوییم. از قدم او البته ما شاد هستیم و خداوند قدم او را در هر یک مقیاس این تاجیکستان ما مبارک بگرداند و خداوند عدل انصاف باز هم زیادتر بگرداند و خداوند نه اینکه یک این شهر بلکه تمامی مناطق تاجیکستان را از دست خود آباد کند و در نزد خدا جزای جزیل بگیرد. از این خاطر همه ما و شما باید که البته از آمدن ایشان خرسند باشیم و در هر یک وظیفه هایی که برای ما و شما میگذارند برای آمدن این رئیس باید که ما و شما اجرا کننده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له. آیه هایی که خواندم، احادیث هایی که بر شما رسانیدم، میخواهم در اطراف اینها با شما صحبت کنم.
قابلی درگاهی حی بی نیاز، قابلی درگاهی حی بی نیاز، هیچ طاعت نیست بهتر از نماز. این عبادت، اشاره به نماز است، این عبادت مایه قرب خداست، مونسی شبهای تار انبیاست. این عبادت چون ستون دین توست، شرط ملت مذهب و آیین توست. البته حق به جانب شاعرم هست که به ما و شما میگوید که درگاهی بی نیاز پروردگار، در نزد درگاهی بی نیاز پروردگار هیچ عمل از روی ثواب و از روی فضل از نماز افضل تر نیست. زیرا عبدالله ابن مسعود که شما گوش کرده بودید وقتی پرسیدن ای العمل احب الی الله تعالی قال الصلاة لوقتها، کدام عمل ای پیغمبری خدا محبوب ترین عمل، دوست داشته ترین عمل به سوی پروردگار است؟ عبدالله سوال کردند. پیغمبر ما و شما گفتند ای عبدالله نماز در وقتش ادا کن، این محبوب ترین عمل در نزد خداست. این عبادت مایه قرب خداست، مونسی شبهای تار انبیاست. شاعر میگوید خیلی نماز چنان عبادتی هست که با پروردگار صاحب خودش را قریب میکند و چنان عبادتی هست که پیغمبرها را مونسشان، شریکشان، رفیق و برادرشان در شبهای تار نماز بود. پیغمبر ما و شما شب که میشد حضرت طهارت میکردند، جای نمازم میپرتافتند، تا روز نماز میخواندند، تا روز نماز میخواندند. عایشه صدیقه که زن رسول اکرم بودن، حال پیغمبر که میدیدن بی نهایت غمگین میشدند. میگفتن ای پیغمبری خدا، پنجه های مبارک ورم کرد، زانه های مبارک مثل زانه اشتر شد. شما چنان حبیب خدا هستید که اول آخری گناه تو را خدا بخشیده است. اینقدر نماز، اینقدر نماز. رسول اکرم گفتن افلا اکون عبدا شکورا یا عایشه، ای عایشه آیا من بنده شکرگزار پروردگار نباشم؟ پیغمبر ما و شما را مونسش، رفیقش در شب نماز بود. امروز رفیق ما و شما، مونس ما و شما، برادر ما و شما در شب نماز نیست. ما و شما تا 11 تا 12 تا 1 شب به همان برنامه های نادرستی که در قانون انسان وجود دارد چشمها کشاد، فقط نگاه به سوی همون است. حتی در جایگاه خواب ما و شما با طهارت خواب نمی کنیم، نماز یک جانب، تا که آسیب جین و دیگر مخلوق ها به ما و شما نرسد. امروز مونسی شب ما و شما، شب نشینی هایی که تا 11 و 12 شب و در نزد ما از حرام کرده های خداست، همین مونسی ما و شما شده است. امروز ما وقت یابیم بازار میریم، وقت یابیم در کوچه می نشینیم، لیکن بر نماز ذوق نداریم.
مونیس ما و شما، یاردمچی ما و شما باید هر زمان نماز باشد. نماز از یک جانب اگر رضاگی پروردگار و خوشنودی خدا باشد، حضرت حذیفه میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حضبه امر فضع الى الصلاه ان احدكم اذا صلى يناجي ربه. این بخاری روایت میکنه. حذیفه میگوید وقتی پیغمبر خدا را میدیدیم که یک مشکلات بالاش می آمد، یک درد بالاش می آمد، در حال میگوید در نماز چیکار میکرد؟ شروع میکرد. در حال همون حاجت همون مشکلات از نماز میجوست، با واسطه نماز از همون حادثه خودش را خلاص میکرد. شما هم میتوانید تمام مشکلاتی که دارین اگر نزد شما آمد در حال جای نماز پرتایین، از پروردگار زاره و تولا کنین، آن مشکلات شما را خداوند با احترام این نماز، با حرمت این نماز از شما دور می سازد. این حدیث پیغمبری ما و شماست. میگوید در شهر کوفه یک تاجر بود، بسیار تاجری صادق بود، بسیار تاجری صادق بود و تمام مردم مال و ملک در دست وی میدادن که وی بسیار امانت خوب نگاه میکنه. باری میگوید این تاجر اراده سفر کردن و در راه میگوید یک مرد پیش راهی او را گرفت و گو میخواهم که در همین اسب تو همراه تو یک جا سوار شوم و این یک تنگه را برای رهکیرا رهپولی مرحمت به تو تسلیم میکنم و من هم به همون منزلی که شما میروید همونجا میروم، مرا نمیبرید. این مرد خدا ترس در حال وی هم در اسب سوار کرد. آمدن به یک بیش هزار میگه رسیدن و این مرد از عقب نشسته گفت این راهی که تو رفته ایستاده راهی دراز است، اگر به این جانبی که من به تو اشاره دارم به این جانب اگر میانه بر میگویم ما و شما، اگر با این جانب رویم باز راه کوتاه‌تر می شود. این تاجر گفتن من به این جانب راه را ندیدم، گفتن من تو را راهنمایی میکنم. این حضرت میگوید اسب را همون جانب گردانید. میگوید در یک جای رسیدیم که علفهای بلند داشت و نگاه کردم که استخوان‌های زیاد آدمیزاد در اونجا پرتافته شده است و این مرد میگوید در حال مرا از بالای اسب تیله کرد، در زمین زدم و کارد خود کشید و گفت الحال من تو را هلاک میکنم و آن مال و ملکی که در دست خود داری اونها را همه را برای خود ذخیره میکنم. این مرد گفتن مادام نیتی تو این ناپاک این باشد اجازت نمیدهی که من 2 رکعت نماز خوانم و پروردگار خود راز گویم، بعد او میلش من راضی هستم. این ظالم گفتن امین استخوان‌هایی که در پهلو میبینی همه امینها هم مثل تو گفت آرزو داشتن، آرزو کردن و از من طلب کردن که 2 رکعت نماز خوانی. من به آنها اجازت دادم لکن نماز به آنها دستگیرم نشد. این حضرت که از تحت دل نماز میخواند، نماز ریایی نداشت، نماز برای مردم نشان دادن نداشت، نماز صدقاً بود. گفتن میلش، گفتن هر چی باد آباد من 2 رکعت نماز خوانم. گفتن خواندن بگیر. این حضرت میگه جای نماز پرتافتن، شروع کردن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سوره فاتحه را تا آخر خواندن. مادامی که خوف این ظالم در دل او غلبه کرده بود دیگر زمی سوره یادش نمی آمد، نمیدانست کدام سوره را بخواند. هر چی فکر میکرد در یادش سوره نمی آمد. در حال میگه در زبانش سوره دورگشت از سوره نحل امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این آیت میگه در زبان این تاجر در حرکت در آمد که معنای اینه. مفسرای قرآن میگوید این است که کیست آن ذاتی که
بنده ای که در مشکلات افتیده باشد او را دستگیر شود و بدیها را از این بنده دور سازد. کیست همچنان ذات؟ این ذات کی است؟ این ذات همون ذات یک و یگانه هست. وقتی میگوید خان نماز و سلام داد، نگاه کرد که یک اسب یک سواره دارد و چنان با یک صورت تیز بالای این ظالم میگد هجوم کرد و این ظالم میگد سری او را از بدنش جدا کرد و این تاجر گفتند، ای دوستی خدا، گفتند بسیار موافق آمدی و در وقتی ضرورت آمدی. تو کی هستی؟ گفتند من خادمی اما یجیب المضطر هستم. من خادم همون ذاتی هستم که تو به سوی درگاه او فریاد زدی. اون ذات مرا روان کرد تا که تو را از این دست ظالم نجات دهم. رسول اکرم نماز که می‌خواندند، در نماز یاردم از جانب پروردگار طلب می‌کردند. از این خاطر این نماز ما و شما از یک جانب اگر خوشنودی خداوند باشد، از جانب دیگر همه حادثه ها را رفع می‌سازد، همه مشکلات را دور می‌سازد. اگر شما صدقاً در بالای جای نماز از خدای خود زاره و تولا کنید، خدای شما فریاد شما را میشنود، خدای شما حاجت شما را میبراند. خداوند خود میگوید من چنان به شما نزدیک هستم که حتی از همین رگ خونگرد گردن شما هم دیدم. از این رگ به شما نزدیکتر هستم و صدای شما را میشنوم و حالت شما را میبینم. آیتی که تلاوت کردیم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، سوره مؤمنون است. آیه های 9 تا 11 او هست. میگوید خداوند آن کسانی که 5 وقت نماز را خواندند، چی زن باشد، چی مرد باشد، چی موی سفید باشد، چی کمپیر باشد، چی جوان باشد، 5 وقت نماز وقتی که میخواند، اولئک هم الوارثون، خدا میگوید اینها میراث برنده هستند. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند اینها میراث میبرند. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. چی میراث میبرند؟ اگر پدر ما و شما از دنیا گذرد، ما فرزندهای او مال او را میراث میبریم. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند چی میراث میبرند؟ خدا گفت که اینها فردوس را میراث میبرند، فردوس را میراث میبرند و در همین فردوس هم فیها خالدون، مخلد در اینجا میلیون ها سال راحت فردوس میبینند. کسی که 5 وقت نماز ادا میکند. رسول اکرم میگوید اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هر وقتایی که شما میخواهید که در جنت وارد شوید، از جنت فقط فردوس طلب کنید. فإنه اعلى الجنة و اوسط الجنة، زیرا فردوس در بین جنت جایگیر است و بالای جنت فردوس واقع است. منه تفجر الانهار. رسول اکرم گفت فردوس صفتش این است که تمام آبها، چشمه ها از همین فردوس جوش میزند، بیرون میشود و در تمام اطراف جنت دور میگردند. مرکز اساسی فردوس است. و فوق عرش الرحمن، و فوقه عرش الرحمن، بالای فردوس رسول اکرم گفت عرش پروردگار میستد. شما وقتی که جنت طلب میکنید فردوس طلب کنید. فردوس کیها میراث میبردند؟ کسانی که 5 وقت نماز دارند، 5 وقت نماز میخوانند، صدق از برای خدا میخوانند.
عن ابی مسلم تغلبی قال ابی مسلم تغلبی روایت میکند که دخلت على ابی امامه و هو فی المسجد، من روز نزد ابی امامه رفتم که وی در مسجد نشسته بود. فقلت یا ابی امامه حدثني منك انك سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من گفت از نام تو یک حدیث شنیدم ای ابی امامه که از نام تو روایت کردن که گویا که پیغمبر خدا گفته باشد. چی گفته باشد؟ من توضأ فاسبغ الوضوء غسل یدیه و وجهه و مسح على رأسی. شنیدم که شما ای ابی امامه گفته بوده این که از پیغمبر خدا شنیدم کسی که طهارت میکند، کسی طهارت میکند و در بهترین صورت طهارت میکند، طهارت سراسیمه، طهارتی که در هر یک شستن اعضا بسم الله الرحمن الرحیم گفته هر یک موضع را از آب تر میکند. بعد از آن رسول اکرم گفتند بعد این روی خود میشوید، پایهای خود میشوید، بالای سر خود محض میکشد. ثم قام الى صلاة المفروضه، بعد از آن آمده در نماز فرض قائم می شود. غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت الیه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت الیه اذناه ونظرت الیه عیناه وحدث به نفسه من سوء. پیغمبر خدا گفتند همان روز چی گناهی که پاها کرده باشد، چی گناهی که دستها کرده باشد، چی گناهی که چشمها کرده باشد، چی گناهی که گوشها کرده باشد، خداوند با این 5 وقت نمازی که وی خوانده است همگی را مغفرت میکند، همگی را مغفرت میکند. فقال والله سمعته مرارا من النبی. این ابی امامه گفتند ای ابو مسلم گفتند به خدا قسم این حدیث من 1 بار نه بلکه 10 بار از زبان پیغمبر شنیدم که می گفتند که هر کسی 5 وقت نماز ادا کند این مکافات ها در خداوند وی نائل میگرداند. این است اهمیت نماز، این است فضیلت نماز برای هر کدام ما و شما. رسول اکرم میگوید من حافظ علیها كانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامت. کدام زن و مردی که 5 وقت نماز محافظت میکند، 5 وقت نماز میخواند، تنبلی نمیکند، کار دنیا پیش وی نمیگیرد، بیماری پیش وی نمیگیرد، لباس های بی نماز دارم گفته پیش وی نمیگیرد، 5 وقت نماز اگر کسی ادا میکند وی در روز قیامت نجات دارد از عذاب خداوند و برای خود دیپلم دارد، برای خود دیپلم دارد. چگونه که ما و شما در دست یک دیپلم میگیریم، یک حجت میگیریم و در هر کارخانه‌ای که میرویم و نگاه میکنن که در اصل ما خواندگی هستیم و ما را در همون کارخانه قبول میکنن، این نمازها برای ما و شما انا همون دیپلم میشود، انا همون حجت میشود، در دست ما میدهند، این کلید بهشت میشود. این ما و شما نشان میدهیم، ملائکه ها ما و شما را میگویند داخل شوین در جنت. اگر همین اجازت نامه در دست ما و شما دادن نشود ما و شما وارد جنت نمیشویم. کسی 5 وقت نماز دارد، تصور کند که خدا وی چی داد؟ اجازت نامه ورود جنت داد.
لیکن در دوام حدیث گوش می اندازیم و من لم یحافظ علیها، لیکن کدام بدبخت و ناشکره که 5 وقت نماز نمی خواند، 5 وقت نماز در سستی دارد، در 5 وقت نماز بی پروا است، لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا و کان یوم القیامت مع فرعون و هامان و ابی ابن خلف. چه وعیدی سخت است، چه ارزنده هستند این طایفه بی نماز. رسول اکرم گفت کسی که 5 وقت نماز نخواند، این نعمت پروردگار در کفران کرد، ناشکری کرد، اینها در روز قیامت نجات ندارند، اینها در روز قیامت اجازت نامه ندارند، بلکه اینها چیکار میکنند؟ اینها روز قیامت پدرشان وارثشان فرعون است. فرعون فقال این ربکم الاعلا، این بدبخت گفته بود من خدا هستم. بی نمازها همراه فرعون هستند. هامان گفته کی را میگن؟ وزیر این بدبخت، وزیر فرعون هامان بود. کسانی بی نماز همراه هامان هستند و کسانی بدبخت بی نماز همراه ابی ابن خلف هستند، دشمن سرسختترین پیغمبر ما و شما. کسانی بی نماز در بعض روایت قارون هم آمده است. آدمای بی نماز همراه قارون هستند. من میخواهم که شمس الدین ذهبی را همراه بعضی از مفسرین، چرا پیغمبر خدا فرعون گفت، چرا پیغمبر خدا هامان گفت، چرا پیغمبر خدا قارون گفت، چرا پیغمبر خدا ابی ابن خلف گفت، چرا گفت؟ این عبرت است. میگوید اگر کدام پادشاهی که نماز نمیخواند وای همراه فرعون است، زیرا فرعون چی نگذاشت که نماز بخواند؟ سلطنت، پادشاهی نگذاشتش که وای نماز خواند. هر پادشاهی که در دنیا نماز نمیخواند وای همراه فرعون است، گفت شمس الدین ذهبی و دیگر مفسرای قرآن. و کسی که برای چی هامان ذکر شد؟ هامان وزیر بود. کدام وزیری که نماز نمیخواند وزیری او سبب می شود و وای بی نماز از دنیا میگذرد، وای همراه هامان است. قارون چرا ذکر شد؟ وای ثروتمند بود، وای بی نهایت میلیاردر بود، وای در همون بانک های شویتزاریا بگیم پول داشت، مال داشت. وای برای چی ذکر کرد پیغمبر؟ برای آنکه کدام انسانی که میلیاردر است، کسانی که ثروتمند و دولتدار هستند و همین ثروت و دولتشان مانع شد و آنها را نگذاشت که نماز خوانند، وای همراه قارون است. ابی ابن خلف چرا ذکر شد؟ این بدبخت ناکس، این خدا زده در دوره های پیغمبر خدا روپروی پیغمبر آمدن و گفتن ای محمد، گفتن صلی الله علیه و سلم، من گفتن یک اسب را تربیه دارم، یک اسب را فربه کرده ایستاده هم. برای چی گفت محمد؟ گفت برای هلاک تو ای محمد. من بالای این اسب سوار می شوم، هجوم بالای تو میکنم ای محمد و تو را نابود میکنم. این اسب در خانه بهر این من تربیه دارم. این ناکس نمیداند که محمد بی صاحب نبود. این بدبخت نمیدانست که محمد چنان پشتیبانی داشت که دنیا را در یک میجه زدن نابود میکرد. محمد این گونه صاحب داشت. مدعی خواست، سعدی میگوید مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. مدعی میخواهد، امریکا میخواهد، انگلیا میخواهد، ژاپن میخواهد که مسلمان ریشه کن کنه، لیکن مسلمان صاحب دارد، خدا دارد، خدا پشتیبانش میشود. انشاءالله اینا ریشه کن میشوند، اینا هیچ وقت غالب بالای ما و شما نمیآیند. وقتی که خدا خود میگه این نحن نزلنا الذکر و این له لحافظون، همه شما بی پروا باشین. ای امت تاجیکستان،
این مردم تمام مسلمان بی پروا باشین که من خود قرآن فراوردم، من خود قرآن روان کردم، من محافظه قرآن هستم. اینا کسی تا قیامت نابود کردن نمیتونه، کسی نمیتونه. محمد اقبال میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. محمد اقبال خدا رحمت کرد، من اون زیارت کردم. میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. برای چی ما بی پروا هستیم؟ برای چی بی پروا هستیم؟ از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. ما استوار به همین آیتیم، این نحن نزلنا ذکر و این له لحافظون. ما استوار به همین آیت هستیم که خدا خود وعده میکند که ما پشتیبان مسلمان هستیم، ما پشتیبان قرآن هستیم، ما تکیه به همین آیت داریم. از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. تا خدا ایطفی او فرموده است، از فسودن این چراغ آسوده است. خدا میگوید تا وقتی که من خود این چراغ پوف نکنم، این چراغ تا زمانی که من خود خاموش نکنم، اینا هیچ کس خاموش کردن نمیتونه. این چراغی هست که هر روز چراغ احمدی را حق بافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. کسی را پوف میکند و خود میسوزد. هیچگاه قرآن نمیسوزد، اسلام نمیسوزد، اسلام شکست نمیخورد. این ابی ابن خلف فکر کرد که من این اسب تربیه کرده ام قطعی محمد را هلاک میکنم. چی میداند که از دست محمد او هلاک میشود؟ ای بریده، ای بریده آن لب و حلق و دهان، به این دشمنان اسلام رومی مراجعت میکند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد بیشکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. این توفی که اونها دارن، این هجومهایی که اونها دارن، اینها میگوید به سر خود ایشان می آید. اینا در آسمان هیچگاه جای نمیابند که اونها استوار شوند. جنگ احد بود، این بدبخت در همون اسب سواره خود سوار شد. از اون جانب محمد بود صلی الله علیه و سلم، از این جانب این مشرکان عرب با همراهی ابو سفیان که این جنگ را بیشتری پول از جانب ابو سفیان شد برای طرفداری مشرکان. از اون جانب حرکت کرد ابی ابن خلف با اسب خود. صحابه پیغمبر گفتند که رسول اکرم اون ناکس هم با تو میخواهد هجوم کند. رسول اکرم گفتند بگذار پیش بیاید، بگذار پیش بیاید. ابی ابن خلف نزدیک آمد. رسول اکرم یک نیزه را برداشتند و جانب این دشمن سرسخت حواله دادند. این نیزه آمد، راویا میگویند در گردن ابی ابن خلف زد. از ضرب سخت محمد ابی ابن خلف بر زمین زد و از جای خود خیست، در اسب سوار شد و پس گشت، از میدان جنگ برآمد. ابو سفیان خنده کرد، گفته ابی ابن خلف در گردن تو اونقدر جراحی و از بین نیست که تو مثل گاو فریاد زده ایستاده ای. گفت ابو سفیان گفت قسم به لات و عزا، وای به خدا باور نداشت، به همون هیکل ها باور داشت. گفت قسم به همون لات و عزا که تو میدانی که این ضربه کی است؟ این ضربه محمد است، این ضربه آدم عادی نیست، این ضربه محمد است. گفت و گفت به خدا قسم، گفت به همون لات و عزا قسم که اگر این درد که در گردن من است اگر در مردم حجاز تقسیم کنی همش هلاک می شود. و این ابی ابن خلف با همین داد و با همین فریاد بدبخت از دنیا گذشت. روز قیامت بی نمازهایی که به تجارت
مشغول بودن و تجارت اونها را نگذاشت که اونها نماز خوانند. ابیه ابن خلف تاجر بود، در زیر بیرق ابیه ابن خلف میخیزند. کدام تاجره که امروز نمیخواهد یا اینکه دکان نمیتواند که در او را دروازه او را بپوشد و نماز جمعه خواند و نماز 5 وقته خواند، فردای قیامت در زیر بیرق این ناکس، این نالایق ابیه ابن خلف سر میبردارد. چی ناخوب است، چی زشت است، چی شرمندگی هست که آدم در زیر بیرق فرعون، در زیر بیرق هامان، در زیر بیرق قارون، در زیر بیرق ابیه ابن خلف خیزد. چی خوش است که ما و شما در زیر بیرق محمد اگر سر بردارید. چی خوش است که اگر ما و شما در زیر بیرق ابوبکر اگر سر بردارید. چی خوش است که در زیر بیرق عمر که در محراب از دست فیروز ابولولوی مجوسی زده شد، روده ها برآمدند، حضرت فریاد زدند آیا عبدالرحمن ابن عوف هست؟ گفتن هست. گفتن پیش در آمد. حضرت در همون حالت از پس عبدالرحمن ابن عوف نماز خواندن عمر ابن الخطاب، در حالتی که روده های مبارک کشال بدن. نماز خواندن، تمام کردن. اونها مثل ما و شما مثل دانچین، مرغ دانچین نماز نمیخواند، بلکه 2 رکعت نماز او ساعت دوام میکرد. حضرت طاقت کردن نماز خواندن. چی خوب است که ما و شما در زیر بیرق عمر سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق عثمان سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق علی سر برداریم. این برای ما و شما خوب است. خوش به حال همون خانواده ای که اصلاح شده است. خوش به حال همون زن و مادر و کودکایی که در خانه سحر میخیزند، با یک حالت وزنی چشمها را میشکند، خواب اونها را غلبه میکند. لیکن ایمان، لیکن این مردی بزرگی که در خانه سرفرمانده خاندان است، اونها را بیدار میکند و جای نمازها پرتافتگی نماز میخوانند. خوش به حالی اون خاندان. اون خاندان چه مبارک خانه هست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بی قدرترین، بی حیاترین، شرمنده ترین انسان در روی دنیا نفری هست که نماز ندارد. در بین تمام ملت، در بین این 7 میلیارد آدمی که در دنیا زندگی میکند، رسول اکرم گفتن لا سهم. سهم گفتن قدر، قیمت میگن. قیمت ندارد شخصی که نماز نداشته باشد. بی آبرو هست، شرمنده هست. یک شیخ خواستن که سفری کنند و سفر او با طریق راه بحر بود. آمدن نزد ساحل و کشتی منتظر بود حضرت در کشتی نشستند. وقتی که کشتیبان کشتی را حرکت دادند، در بین ساحل رسیدند، این شیخ به همین بحر نگاه کرد که حیوانهای آبی یکدیگر را میخورند. حتی نگاه کرد که ماهی را میخورد. شیخ در حیرت افتاد. این چی معامله باشد که حیوان را میخورد؟ این بار اول میبینم که ماهی را میخورد. کشتیبان فریاد زد، گفته دوستی خدا این چی معامله هست که امروز من میبینم؟ گفتن ای شیخ، گفتن این 10 سال شد که من در این ساحل، در این دریا مهنت میکنم، کشتی خودم میرانم، این احوال را مشاهده میکنم که حیوانهای دریا یکدیگر را میخورند، حتی ماهی‌ها را میخورند. شیخ در حیرت افتادند و در حال برای سیر این آشکار کردن جای نماز پرتافتند و سوی پروردگار خود مناجات کردند، خدایا از سیر این ما را خبر بده. این چه احوال شد؟ این دهشت است، گو این مصیبت است. مناجات آمد
ای دوستی خدا گفت باره در این کنار بحر یک شخص بینماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت. از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. از یک آب دهان بینماز امروز در این داخل بحر مصیبت است. امروز حیوانها به حیوانها هجوم دارند، ماهیها یکدیگر را میخورند. از چی حساب؟ از حسابی که این بینماز آب دهان خود در بحر پرتافت. وقتی که اگر آب دهان او اینقدر ضرر داشته باشد، پس وجود او در بین این بالای زمینی که دور میگردند چقدر ضرر دارد. میگوید زمین روز 3 بار به سوی پروردگار زاره میکرده است: ای پروردگارا به من رخصت بده. چی رخصت بده؟ رخصت ده که تا 3 طایفه را در قعر خود کشم، عذاب دهم. خداوند میپرسید است: ای زمین اینها کیا هستند؟ میگفت است یکم کسانی که مردم را بیگناه خون میریزند. مردم مسلمان را بیگناه خون او را میریزند. این طایفه را من طلب دارم. و دوم این طلب من این است که کسانی که از زنا در بالای من غسل میکنند، وای به حال جوانی که زنا میکنی. زمین امروز مثل همون سگی که به سوی یک انسان غرس دارد، صدا میبرارد که وای اکشاده کنند تا که وای کنده کند، پاره پاره کند. امروز زمین نسبت تو غضب دارد که پروردگارا آن موی سفید است، وای زن است، وای کمپیر است، دختری جوان است، جوانی جوان است. خدایا بر من اجازت ده تا که این طایفه‌ای که از زنا در بالای من غسل میکنند، اینها را من چیکار کنم؟ به فرو در شکم بی خود بکشم. اونا فکر میکنند زناکار که زنا کردم غسل کنم پاک میشم. تو پاک نمیشه. از زنا انسان پاک نمیشه، وای دایم جنوب است. آدم از کدام وقت پاک میشد؟ وقتی بازن حلالی خود میرسد. این حالت ده آب وای پاکیزه میکند، آب از وای نفرت دارد. سوم همون کسانی که نماز نمیخوانند، پروردگار را رخصت ده که اینها را من بر شکم بی خود فرو برم. یقین است ما و شما روز وارد قبر میشیم که این شکم بی زمین است. چی بدبختی است که اگر ما و شما خون یک برادر ریزانده باشیم، یا چی بدبختی است که ما و شما زنا کرده و توبه نکرده باشیم. چی بدبختی است که ما و شما اگر نماز نخوانده باشیم. وای به حال ما و شما که قبر نسبت ما و شما چی احوال بدی را در اونجا برقرار میکنه. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، حافظ میگوید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر رو نمرده به فتوای من نماز کنید. کسی که در دنیا میگوید اگر نماز نمیخواند، حافظ شیرازی میگوید که ای مردم به فتوای من این که وای نمرده هم که باشد جنازش خوانید که وای در قطار آدم مرده ها هست. جنازش بخوانید، گفتند که وای هلاک شدگی هست، وای مردگی انسان در بین مردم به شمار می رود کسی که نماز نمی خواند. خدا رحمت کند حافظه. باز میگوید شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. این شیطانی که امروز تمام امت اسلام وسواس میکند، از نماز باز میدارد، این کثافت یک خطای کرده بود. وقتا این خطا را کرد،
خودش را خدای زمین وقتی که خواند، خداوند ای را از درگاه چکار کرد؟ رانده کرد. گفت تو از درگاهی ملائکه ها دور شو که تو ملعون هستی، تو لعنت کرده شده هستی، تو مردود هستی، تو مرجوم هستی. از این درگاه گفت این جای تو نیست. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. دیگر خطای شیطان این بود که وقتی خداوند آدم آفرید و گفت ای جمع ملائک، اون زمانها شیطانم در قطار ملائکه ها بود، گفت آدم سجده کنین. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. پروردگار گفت مرا تو از آتش آفریدی و یا از خاک آفریدی. آتش لایق نیست که خاک سجده کنه. از روی این گفتار شیطان پروردگار از درگاهش رانده کرد. حافظ امین یادآوری میشد که شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. حافظ میگوید این شیطانی که دوزخی هست، کافر است، ملعون و مردود و مرجوم است، این از بینماز بالاتر است در قدر و فضیلتش، زیرا که وی آدم سجده نکرد، لیکن این انسان ها خدا را سجده ندارند. حضرت عیسی میگوید، باره میگوید به یک کوه گذشتم، نگاه کردم که بی نهایت درختاش میوه‌دار بود، چشمه های زیاد داشت و بسیار کوهستانش سبز بود. یک منظره خیلی خوبه بود. مردمش پیش من دویدن و بر من هر گونه مال دادن. من مالی اونها را قبول نکردم و بسیار با دولت محله بود. با اونها دعای خیر کردم و پس گشتم. 3 سال بعد باز به همون وادی گذر کردم. نگاه کردم درختها همه خشک، چشمه ها همه خشک شدگی. یک بیابانی تماما بگیم در نظر انسان نفرت آور اون محله را فرا گرفته است. کسی در اونجا زندگی نداره. و سوی پروردگار مناجات کردم، خدایا این چه منظره زیبا بود 3 سال پیش، چه حالت شد. از نزد پروردگار صدا آمد که در این محله بار یک آدم بینماز در این چشمه های این محله غسل کردند، آبازی کردند. از حسابی گفت آب بدنی همین بینماز این بستان سرا را ما چکار کردیم؟ به این خرابزار مبدل کردیم که این بینماز در این محله داخل شد و آب بدن این چی شد؟ در این بستان سرای ما داخل شد. این است وعید آدم بینماز. برادرای عزیز، ما و شما کاری کنیم از طایفه آدمهای بینماز نباشیم. چه عذاب دردناک است، چی واخوری های ناخوب در روز قیامت برای آن کسانی که دنیا در بینماز از دنیا سفر میکنند. بینهایت عذاب دارند. وقتی در زیر بیرق فرعون و هامان و قارون و ابی ابن خلف باشد، پس دیگر چی جای وصفش است؟ دیگر چی جای بیان کردنش است؟ سعدی میگوید وامش مده که او بینماز است. آدمی بینماز میگه اگر نزد تو بیاید قرضدار، اگر یگان معرکه دارد یا میخواهد که از تو قرض بگیرد، وامش مده که او بینماز است. تو یک قرض دتی میگوید. برای چی؟ آیا سعدی رحم نداشت؟ آیا سعدی دلش به مردم نمیسوخت؟ وامش مده که او بینماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. او قرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد.
حضرت میگوید اگر از گشنگی هلاک شود شما با وی قرض ندهید. میگوید زیرا که آدم بی نماز وقتی که نماز قرض پروردگار باشد، وقتی وی قرض خدا را ادا نمیکند وی پروای قرض تو ندارد. این از تعلیماتی پیشواهای ما و شما. من فتوای 4 امام به شما میگویم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارند. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بی نماز است وی کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بی نماز گپ میزنم از آیات های قرآن. با چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارند، وی بی دلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است. امام مالک میگوید بی نماز کافر است. امام شافعی میگوید به زمیانی که بی نماز کافر است قتلش واجب است. این امام شافعی گفتند. این کتاب است، این نه کتاب حاجی میرزاست، نه کتاب یگان مولوی یگان داملای دیگه است. این کتاب خدا و پیغمبری خداست. این قول مجتهدان ما و شماست. امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند کسی بی نماز باشد وی زندانی کنید، زندان برین، در زندان 3 روز وی را محکم کنید و پیشنهاد کنید نماز قبول میکنی یا نه. اگر نماز قبول کند کشاده کنید وی، اگر نماز قبول نکرد نزد او طعام نگذارید، با همون گرسنگی در زندان هلاک شود. این قول امام ابو حنیفه است. هیچ قولش برای بی نماز خوب نیست، هیچ قولش، همش ضرر آدم بی نماز است. انشاءالله من باز ضررهای اینها را برای شما جمعه آینده خدا خواسته باشد آگاه میکنم. الحال یک چند برادرهای ما و شما طلب دعا کردن، میخواهم در حق اونها دعا کنم. یک برادر من در دوشنبه که بی نهایت جوان مرد است و بی نهایت سهم کلان برای طالب علم ها میگذارد، کتاب ها میخرد به نام عارف که اون برادر من هست، و طلب کردن که برادرها را التجا کن که من یک شخص بیمار هستم، در حق من دعا کنن. از این خاطر در حق این عارف جان دعا میکنیم که خدای مهربان این بنده خدا شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب روزیش بگردانی و هر یک همتی که در راه اسلام میکند خدا در نامه اعمالش کتابت کنی و خداوندا باز فرزندهای این عارف جان خدمتگار اسلام و خدمتگار پدر و مادرش بگردانی. آمین یا رب العالمین. و برادرمان شریف خان از این محله و یک خواهرمان رابعه و از ما طلب کردند که در حقشان دعا کنیم. خدای مهربان این بنده خود و این خواهر را خدای عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع و هر مشکلاتی که داشته باشند خدای مهربان مشکلات هاشون آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. یک برادرمان اینجا 100 سامانی برای همین تعمیر مناره، همین مناره که در این طرف است، یک استای یافتیم، همین در یک مبلغی کلان را نام گرفتن 100 سامانی آورده داد است که در همین مناره صرف کنین و کسانی که اگر میخواهند که یعنی یاردمی در همین مناره کنن، این مناره هم خیلی زیبا می شود. اون صورتی که استا کشیده است خیلی صورت زیبا پیدا میکند. اگر یاردم کردنی باشد مرحمت میتواند که در ما مراجعت کند و این برادرمان هم 100 سامانی خیر کردن برای همین مناره که در حقشان دعا کنیم و همین طهارتگاه ما و شما به یاردم اجتماع شد. یعنی یک سومی کلان در اینجا صرف شد و الحمدلله امروز تیار است و خدمت ما و شما را میکند. اینا صدقه های جاریه هستند، یعنی صدقه های هستند که تو در قبر مردگی خوابی
لیکن در نامه اعمال ثواب این رفته ایستاده است. این مبلغایی که شما در مسجدها و در طالب علما صرف میکنین، اینها برای شما صدقه جاریه هستند. اگرچه تو تا قیامت که مثال در قبر خوابی 100 سال یا 200 سال بعد تو قیامت هم که شود، نامه اعمال تو هوی است و این ثوابش در نامه اعمال تو می رود. و اینجا یک برادر دیگر من 2 قرآن آوردن، فردوس بوده است که در حق پدر و مادرش دعا کنیم. خدای مهربان پدر و مادر این فردوس جان خدا زنده باشند یا مرده باشند، رحمت و مغفرتشان کند و خدای مهربان این فردوس جان هم خودش عمر دراز و تن صحت نصیب و روزی بگرداند. و این برادری که خیر کردن برای آبادی مناره، خدا این خیرش به درگاهت قبول بگردانی و همچون صدقه جاریه در نامه اعمالش خدا کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. اکی حاجی باطرخانم در حق مادرشان گفتن دعا کنیم خدای مهربان مادر حاجی باطرخان رحمت و مغفرت بگرداند و خود حاجی را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خدا علمتان را زیاده گرداند. من میخواهم نامم را عوض کنم. من فیروز نام دارم، از روی کتاب نامم را عمر ماندم. البته عمر ارزنده است، فیروز این کسی بود که عمر را کشته بود. یعنی همون ابو لؤلؤ مجوسی همون نام اصلیش فیروز بود. خوب می شود که ما و شما نامهای اسلامی داشته باشیم. چندین بار من تکرار کردم، شما شرط نیست که یعنی دویده رفته همون پاسپورت ها و شهادت نامه هاتون علیش کنید، بلکه شما خودتون اعلام کنید که نام من عمر است، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. این کراما کاتبینه که در شانه های ما و شماست، اونا نام تو را از فیروزی خط میزنند و می نویسند نام این بنده خدا عمر است. و روز